سلام. امروز قصد داریم که پشت پرده های دروغ های شاخدار بخش خبری 23 به عنوان پربیننده ترین بخش خبری صدا و سیمای ایران رو با هم بررسی بکنیم. یه مدت بود این کار رو انجام میدادیم و از چندگاه اگر وقت بکنیم خبرهای 23 رو تحلیل میکنیم که علت این که بعضی از اخبار رو منتشر میکنه چی هستش و قرار جامعه به کدوم سمت و سو بره و سعی می‌کنیم تجربه خبرنگاری خودم رو که در صدا و سیما داشتم و میدونم پخش یه سری اخبار پشت پرده‌اش چی هستش به مردم آموزش بدم. لطفا قبل از هر چیزی در صورت امکان کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. البته اگر علاقه‌مند بودید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. امروز هم آغاز می‌کنیم پشت پرده‌های بخش خبری 23 رو. خبر اول 23 در خصوص کربلا و اربعین و عراق این چیزها بود، چون بحث اعتقادات مذهبی ما کلا سانسور کردیم، خب چون تحلیل خاصی نداره و معمولا بحث‌های مذهبی رو ما تحلیل نمی‌کنیم و احترام می‌ذاریم به عقاید دوستان. اما از خبر دوم شروع می‌کنیم و ببینیم که 23 چه خبرهایی رو برای ایران و برای مردم ایران آورده. به هر حال یک بخش خبریه و باید خبرهای مهمی رو توی این بخش خبری کاور بکنیم. شروع می‌کنیم. ادامه خبرها. حال و هوای خوش زیر باران بهاری و برف پاییزی. خب خبر دوم خیلی جالبه. مردم وقتی نگاه میکنن میگن اوه چه خبر سافت و نرمی. ببینید در حال حاضر ایران توی یک شرایط بحرانی به سر میبره، شرایطی که تحریم ها آغاز شده، مردم ناراضی هستن، قیمت یورو و دلار به نسبت بالا هستش، وعده‌های دولت عملی نشده و عملا جو جامعه متشنجه. اینجور موقع میان دستورالعمل میدن از طریق واحد اطلاعات اخبار تهران به شهرستان ها، میگن برید گزارش هایی رو تهیه بکنید که شور و نشاط رو به مردم القا بکنید. یعنی عملا کلا شهری به جای اینکه بیان اصل موضوع رو حل بکنن میگن یه رسانه است دست خودمونه دیگه، میان راجع به بارون و نمیدونم فصل بهار و به به همه چیز قشنگه، هوا 2 نفره 3 نفره است صحبت میکنن. هرچند شاید من گزارش ندیدم در ادامه گزارش اشاره هم بکنن به معضلاتی که فصل زمستون داره، اما هیچ وقت نمیان بگن که آقا الان یهویی که بارون نیومده، پارسال پیارسال و 10 سال پیش هم این مشکلات بوده، چرا هر موقع که بارون میاد این مشکلات هم برای مردم ایران به وجود میاد؟ والا ما توی کشورهای اروپایی امریکایی این قضیه رو نمیبینیم. ببینیم چی هستش. پس هدف این هستش که بخوان یک شور و نشاط رو به جامعه تزریق بکنن و یک کلا شرعی و عملا مسائل مهم اصلی کشور رو سرش کرده. گوش بدین. های دیشب و امروز حال و هوای خیلی از شهرها رو مطبوع و دلپذیر کرده. استفاده از آمبیانس محیط. آمبیانس در تکنیک خبرنگاری، البته بعضی از کسی که کار هنری هم میکنن این قضیه رو میدن صدای محیط. استفاده از صدای محیط باعث میشه که شما رو توی محیط قرار بده، ثانیه های طولانی بدون اینکه مجری حرف بزنه، و استفاده از تصاویری که صدای محیط داره که اصطلاحا بهش میگن آمبیانس در نوع خودش جالبه که میخوان قشنگ آرامش بدن با تیتری خاص، زمزمه های باران و برف و کشور رو. ببین پس مشخص کشور در حالت بحرانی به سر میبره که خبر دوم پربیننده ترین بخش خبری رو اختصاص میدن به بارون. هوا خوبه، خیلی خوبه، واقعا جای استفاده رو داره. حس خوشحالی دادی امروز به توجه کنید به لوگو این شبکه‌های مختلف از جاهای مختلف مصاحبه‌های مختلف رو نشون میدن و مشخص هستش یک دونه دستورالعمل برای شهرستان‌ها رفته که باید یه همچین مصاحبه‌ای گرفته بشه. باران به ما اومدن بیرون بجردن. باران آمد ما را خوشحال کرد، خدا شکر. این باران ما را امیدوار شد انشالله سال خوبی خواهند داشت. لوگو عوض شد ارومیه. باز هم استفاده از آمبیانس محیط. با سرد شدن هوا سر و کله برف هم در خیلی از مناطق سردسیر و ارتفاعات پیدا شده و جاده ها رو سفیدپوش کرده. اینجا مسیر تارم زنجان منطقه بادامستان هست که همونطور که مشاهده می‌فرمایید بارش برف پاییزی این مسیر رو سفیدپوش کرده. ما تا به این مسیر چیزی از نمک‌پاشی و برف روبی ندیدیم، با توجه به اینکه به جای اینکه بیان بگن آقا برن ببینید سال اول و دوم نیستش که اینجا داره برف میاد و درد اینه، یعنی مسئولین یه عده آدمی هستن که با رانت و لابی اومدن مدیریت رو گرفتن و اصلا به فکر مردم نیستن
بازم این خبراشون خودش باگ داره. جالبه. تردد با سختی و با زنجیر چرخ امکان پذیر هست. بارش اولین برف پاییزی مناطق کوهستانی شهرستان علیگودرز را سفید پوش کرد. جاده خوب، به لطف بچهای راداری ما با خیال راحت میتونیم بیایم ردش. در گردنه گله‌بادوش بچهای راداری مستقر هستن. تمام محورها بازگشایی شده. محورهای روستایی هم دوستان راهداری در تلاش هستن که محورهای روستایی را بازگشایی کنن. برف در مازندران جاده چالوس رو ساعتها بست و با لغزنده کردن جاده ها ترافیک محور سوادکوه، هراز و کندوان رو سنگین کرده. در جاده قزوین لغزندگی جاده و رعایت نکردن فاصله باعث تصادف زنجیره 30 خودرو شد. داشتیم میرفتیم سمت تهران، رسیدیم به سرعتگیر، ماشین عقبی فاصله‌اش رو اصلا اون خواب بود چی بود از پشت زد به ما، تصادف زنجیره‌ای شد. فرهنگ رانندگی ایران که اصلا در دنیا تکه. من 2-3 سال در آلمان زندگی میکنم، تو این 2-3 سال یک بار تصادف زنجیره‌ای تو عمرم ندیدم. یک بار. حالا خیلی‌ها توی اروپا یا امریکا زندگی میکنن و چون کانال یوتیوب ما رو دنبال میکنن این قضیه رو بهتر میدونن. من تا الان توی اروپا ندیدم یه تصادف طرف مثلا بدنش تیکه تیکه شه، مثلا وسط قطع بشه. تو ایران مثلا هر 2 هفته یه بار تو این اتوبانش می‌بینی طرف نصف بود، مثلا پاش یه ور جدول بود، تنش یه ور جدول و سرش هم له بود. دیگه فرهنگ رانندگی فکر نمی کنم به مسئولین ربط داشته باشه. البته خب بله دیگه، وقتی پلیسا توی ایران حالا سری حرکت‌ها زیر میزا میگیرن، البته نه همشون، خیلیشون قابل احترامن، همین میشه دیگه. مردم قانون رو رعایت نمیکنن، نهایت هم میگن پلیس میگیرتمون، حالا یه پولی میدیم میریم، با سرعت 200 تا میریم مثلا. اونم در نوع خودش جالبه. الان کل اینجا وایسادیم، نه پلیس درستابی میاد. 3 ساعت الان اینجا خیر خسارت همه چی گذشت. گفتم خدا از بچه‌م سالم دارم میرم. تصادف زنجیره‌ای شده. جلو که تصادف شده بود، ما که اومدیم مکس کنیم از پشت به ما کوبیدن که تصادف زنجیره دوباره تکرار شد. در گیلان هم بارندگی ها سیل به راه انداخت، اما خوشبختانه خسارات جدی نداشته. پلیس از مردم خواسته اگه میخوان در مناطق سرزیر و کوهستانی به جاده بزنن، تجهیزات و زنجیر چرخ رو حتما همراه داشته باشن و حواسشون به کولاک و برف باشه. باران و برف پنجشنبه و جمعه هم مهمان مازندرانی ها خواهد بود و مسافرها در سواحل خزر باید مراقب موجهای بلند دریا باشن. هواشناسی هفته آینده رو هم برای بیشتر مناطق کشور از جمله تهران هفته‌ای پرباران پیش بینی کرده. یه نکته دیگه هم بگم که من در ابتدای این ویدیو اشتباها گفتم بخش خبری پنجشنبه، چون من تقویم و ساعت رو نگاه کردم قبل از اینکه ویدیو رو ضبط بکنم. یه 2 ساعت و نیم اختلاف زمانی داشتیم با ایران، یعنی 12 شب ایران رد شده بود، به خاطر همین تاریخ ایران رو داد و پنجشنبه اعلام شد. امروز این بخش خبری چهارشنبه هستش، یعنی تقریبا زمانی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم مال 4-5 ساعت پیش. سهراب امروز رستمی بود برای خودش. امشب هم بله دیگه، به به حسابی سهراب مرادی حرکت 1 ضرب و 2 ضرب و مجموعه وزنه برداری رو زد و خدا کنه این آدم سر از شورای شهر در سال آینده در نیاره، همجوری اسطوره بمونه و به فعالیت خودش ادامه بده. سهراب مرادی وزنه برداری کشورمون امروز یه تنه 3 رکورد جهان رو زد. حالا ببینید 1-2 ماه دیگه نه جایزه‌ای بهش میدن، نه پولی بهش میدن، نه چیز دیگه‌ای و فقط ما قهرمانان میرن یه افتخاری به دست میارن و عملا حمایتی نمیشن. در 7مین روز رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ترکمنستان عصر امروز سهراب مرادی در دسته 96 کیلوگرم با مهار وزنه 186 کیلوگرمی در حرکت 1 ضرب ضمن کسب مدال طلا 5مین بار رکورد جهان رو که به نام خودش بود 1 کیلو ارتقا داد. مرادی در 2 ضرب هم با زدن وزنه 230 کیلویی ضمن ثبت رکورد جهان در مجموع با 416 کیلوگرم 2 مدال طلای دیگه این دسته رو هم از آن خودش کرد و برای دومین سال پیاپی
قهرمان جهان شد. به این ترتیب مرادی تونست رکورد 2 ضرب جهان رو 5 کیلو و مجموع جهان رو هم 15 کیلو ارتقا بده. تبریک میگیم بهش، واقعا کار قشنگ و خیلی سخت اینجور مدال آوردن ها توی ایران و با امکانات ایران البته خیلی فکر میکنم ارزشمنده. البته یه خبر دیگه رو جا انداخت بخش خبری 23 ما. حالا سعی می‌کنیم از حال بعد وقتی بخش خبری 23 خبری جا میندازه خبر مهمو نمیگه خودمون بگیم به مردم، به حال همراه با تحلیل خبرهای جدیدم به مردم بدیم. این چهره سعید محمدپور توی دسته 94 کیلوگرم وزنه برداری المپیک سال 2012 پنجم شده بود و توی اون سال وقتی اومدن تست دوپینگ گرفتن توی چندین سال مختلف متوجه شدن که اول تا چهارم دسته 94 کیلوگرم همشون دوپینگی بودن. بعد امروز توی ترکمنستان دعوتش کردن و توی مسابقات قهرمانی جهان و حکم قهرمانی و مدال المپیک 2012 رو بهش دادن. این هم در نوع خودش جالب بود و و بنده خدا اون کسایی که اون سالا سکه های مثلا 100 تا 200 میگرفتن، چون اون موقع یادم قهرمان ها فکر کنم 150 تا 200 سکه میگرفتن. فکر می‌کنم هم تو دوره احمدی نژاد بود. آره، حالا به این بنده خدا اگه کادو یا جایزه بدن تو ایران شانس بوده. چه بد شانسی بوده این 4 تای اول. البته میشه گفت هم بد شانس هم خوش شانس. 4 تای اول دوپینگی از آب در اومدن، این پنجم بود با اون وزنایی که زد. امروز مدال قهرمانی رو بهش دادن. اینا هم 23 جا انداخت، ما گفتیم به مردم براشون جالب باشه. ناکامی در اجماع ضد ایرانی. واشنگتن از اجرای تحریم‌های ضد ایرانی یک قدم دیگه هم عقب رفته. بعد از استثنا شدن تیترو هم که همه کلا مشخصه دیگه، عقب نشینی امریکا در برابرش. ما چیزی که داریم می‌بینیم امریکا داره بلایی که سر مردم ایران، سر مردم با توجه به لجبازی‌هایی که این دولت مردا دارن میکنن، ما داریم می‌بینیم که هر روز داره هم چیز گرونتر میشه. حالا دیگه گفتم معافیت بندر چابهار از تحریم‌های ضد ایرانی، این معافیت هم خب میدونید چیه که به خاطر این هستش چون اگر ایران معاف نشه قیمت نفت به صورت سرسام‌آوری میکشه بالا تو بازارهای جهانی. چون ایران اگه معامله نکنه قیمت نفت و اینا میکشه بالا. به خاطر این امریکا هم گفتش که آقا این چند تا کشور تحریم نباشن و اصطلاحاً معاف باشن از تحریم، به خاطر اینکه اون دلش برای خودش میسوخت، نه دلش برای ایرانیا. حالا ما میام تو صدا و سیما تیت میزنیم پشت پرده اینه، میگه اگه همه چیز بکشه بالا منم باید همه چیز رو چند برابر بخرم. اینکه بخواد عربستان یا بخواد عراق نفت کل دنیا رو تامین بکنه یه چیز فکر میکنم خنده‌داریه. شاید بتونه، اما در چند ماه اول حتما بازارهای جهانی رو با تشنج و اختلال مواجه خواهد کرد. هرچند بازم این سیاست پدر مادر نداره، شاید پشت پرده اینا رفتن بستن با امریکایی‌ها، کسی نمیدونه. ولی خب یعنی اینقدر سیاست کثیفه، ولی این نوتیت زدن صدا و سیما از همه اینا کثیف‌تره. 8 کشور از تحریم‌های ضد ایرانی، آمریکا بندر چابهار و افغانستان رو هم از تحریم‌های ضد ایرانی معاف کرده. مقامات واشنگتن در حالی کمک به توسعه اقتصادی افغانستان رو بهانه این کارشون اعلام کردن که قبلا تاکید کرده بودن تحریم‌های ایران هیچ استثنایی نداره. همزمان هند و کره جنوبی از توافق با ایران برای جایگزینی ارز ملی به جای دلار در تبادلات تجاری خبر دادن. این البته میگم ارز ملی اینا همش کشکا پشت پرده. ایران با چند تا کشور میخواست ارز دیجیتالی معامله بکنه، یعنی از طریق بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتالی میخواست ایران ارزهای خودش رو استفاده بکنه. این که ارز ملی اینا اصلا چیز خنده داره. وزیر خارجه اسپانیا بیت کوین هم که اصلا میدونید دیگه قابلیت ردیابی نداره، تحریم هم بشن بیت کوین که تحریم نمیشه. هم در نشست خبری با همتای روسیش از اقدامات ضد ایرانی آمریکا انتقاد کرده و گفته کشورش با آمریکا همراهی نمیکنه. La Unión Europea y España en particular. من هر گونه رویکرد یک جانبه را از جانب هر کسی از جمله آمریکا رد می‌کنم. اطلاعاتی که ما داریم این است که ایران در حال عمل به تعهدات خود در این توافق است و آمریکا هیچ دلیلی یا توجیهی برای رد آن ندارد. بنابراین من با قاطعیت میگویم که این کارها به دوره دیگری تعلق دارد و اسپانیا نمی‌خواهد این نوع رویکردها را بپذیرد.
ترکیه هم با سیاسی و بی‌نتیجه خوندن تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا تاکید کرد قرار نیست برای همراهی با آمریکا از منافع ملیمون صرف نظر کنیم. ژاپن هم اعلام کرده به دنبال سفارش خرید نفت از ایرانه. بله دیگه چند تا کشور هستن که دیگه با ایران منافع دارن مثل ترکیه و ژاپن. طبیعتا اینا میان پشت ایران و اگر ایران نباشه دیگه به هر حال جنسا و یا معاملاتشون، حالا ترکیه هم که بحث تجارت توریستش هم هستن خودش بحثی داره دیگه، چون میدونید که یه اختلافاتی بین ترکیه و روسیه قرار گرفت. یه سری معاملات صنعت توریسم بین ترکیه و روسیه بود که اون هم متوقف شد بعد از اون اتفاقات حاشیه‌ای که به وجود اومد بین ترکیه و روسیه. دولت آلمان هم با اعطای ضمانتنامه اعتباری صادراتی به ارزش 911 میلیون یورو به 58 شرکت از تجارت با ایران حمایت کرده. پاریس هم اعلام کرده برای حفظ روابط تجاریش با ایران برنامه‌های تجاری ویژه‌ای داره. سخنگوی کمیسیون اروپا هم از تشدید تلاش‌ها برای راه‌اندازی سازوکار تسهیل تجارت با تهران خبر داده و گفته این سازوکار ببینید تیترا رو آدم وقتی میشنه میگه واو کل دنیا برای ایران الان بلند شدن ایستاده دارن کف و دستورا میزنن. بعد میگه که برنامه‌هایی خواهند داشت. به فعلا نگاه بکنید همه در آینده به سر میره. برنامه‌هایی دارن میخوان انجام بدن. یه چند سال بریم عقب جالبه براتون. نگاه کنید میگه که فلان جا و فلان برنامه رو داره با اینجا نمیدونم فلان کارو میخوام بکنن. از فعل‌های آینده اینها تکنیک‌های خبر نگاری و تکنیک‌های خبررسانی هستن. از تجارت با ایران حمایت کرده. پاریس هم اعلام کرده برای حفظ روابط تجاریش با ایران برنامه‌های تجاری ویژه‌ای داره. فعل آینده. سخنگوی کمیسیون اروپا هم از تشدید تلاش‌ها برای راه‌اندازی سازوکار تسهیل تجارت با تهران خبر داده و گفته این سازوکار به صادرکننده‌ها و واردکننده‌های اروپایی اجازه میده تا روابط تشدید تلاش‌ها ببینید واژه امیدوار کننده تلاش آینده باز دوباره بشه. تجاریشون رو با ایران حفظ کنن. گذشته 40 روز از حادثه تروریستی اهواز، مراسم اربعین شهدای حادثه تروریستی رژه 31 شهریور اهواز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد. این خبر هم کنارش خبر موازی بریم. میدونید که جنبش الاهواز چند وقت پیش با تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه را انجام داد و حمایت کرد از اون حملات تروریستی روز ارتش در اهواز رو با افتخار اومد گفت بعدش ماسمالی کرد. بعد از اون اومدن سفرای دانمارک صحبتایی رو انجام دادن و گفتن که یه سری افرادی که خواستن عملیات تروریستی توی دانمارک انجام بدن که مربوط بدن به سیستم ایران بازداشت شدن. بعد گفتن حملات اون یعنی اصطلاحاً تارگت ها و هدف های اون افرادی که میخواستن ترور بشن همون کسایی بودن که با جنبش الاهواز در ارتباط بودن، همون کسایی بودن که مصاحبه کردن با تلویزیون ایران اینترنشنال که یک مصاحبه‌ای هم تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر کرد که در خصوص حادثه تروریستی اهواز بود. خب با هم دیگه مصاحبه که تلویزیون ایران اینترنشنال با یکی از افرادی که آقای جلالی فکر میکنم هستن، جلالی فراهانی، صحبت کردن در خصوص این دستگیری ها. جالب اینو بشنوید. جلالی خوش آمدین به برنامه. تازه ترین جزئیات از دستگیری ها چه بوده؟ آیا اسامیشون مشخص شده تا حالا یا خیر؟ ببینید اون چیزی که در واقع رسانه‌های دانمارکی الان اعلام کردن این هستش که 3 نفری که توسط تیم تروریستی که قرار بود هفته گذشته در واقع یک کنفرانس خبری برگزار شد و اعلام شد که یک تیم تروریستی وارد دانمارک شده و می‌خواسته چند نفر رو ترور بکنه. الان پلیس میگه که اهداف این عملیات تروریستی اون 3 نفر رو که قرار بوده ترور بشن رو دستگیر کرده به جرم اینکه در دانمارک ستایش یک عمل تروریستی یا تایید یک عمل تروریستی یا حمایت از یک عملیات تروریستی در هر جای دنیا محکومه و 2 سال جزای زندان داره. اسامیشون هنوز مشخص شده یا خیر؟ در واقع این 3 نفر همون 3 نفری هستند که رسانه‌های دانمارک هفته گذشته اعلام کردن مورد هدف اون عملیات ناکام تروریستی بودن. ممنون از شما. یکی از این افراد همون، حالا من الان اسمش خاطرم نیست، ولی همون فردی هست که با شما با تلویزیون شما مصاحبه کرد و در گفتگو با تلویزیون شما تایید کرد عملیات تروریستی که صورت گرفته بود در
اهواز رو در 22 سپتامبر منظورتون آقای التستری هستش، درسته؟ بله 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 بله. ممنون از شما. احمد جلالی فراهانی. التستری، بله. خب این خبر رو هم به خاطر همین صدا سیما پوشش داد، چون از صبح این خبر بود و به حال این هم پشت پردهش بود که ببینید. جالب بود. ترور ناجوان مردی که این ناجوان مردان عالم انجام دادن هیچگاه از اذهانمون پاک نمیشه. هرگز این مردم دست بر نمیدارن از این تا قیام قیامت این آرمانا رو بر جا دارن. بر این عزم و ایده و اراده استوار و قائم هستیم که در مقابل دشمنان دین اسلام تا آخرین نفس و جان خود ایستاده ایم. این دولت ها رو که به ظاهر اسمشون رو گذاشتن مسلمان و در باطن همون مشی صهیونیست ها رو دارن و در واقع صهیونیستن، اینها رو کاملا به کار گرفتن برای اینکه یک سری آدم های ساده‌لوح رو پیدا بکنن، فریب بدن، سازماندهی بکنن و تو کشورهای مسلمان به دست اینا مسلمان ها رو قتل عام بکنن. دنباله های اینا همه جمع شدن الحمدلله و گروه های توریستی دیگه هم الحمدلله. حتی هیچ کس نیامد صحبت بکنه. حالا بحث مراسم 40مشونه، اما بحث امنیتی مراسم، بحث این که چجور شد اینها حمله کردن، هیچ کسی جلوشون رو نگرفت. چون چند وقت پیش هم یکی از نماینده مجلس راجع به این قضیه صحبت کرده بود. آقای سید حسین نقوی حسینی یکی از نماینده مجلس بودن، فکر میکنم کمیسیون امنیت ملی مجلس، اگر اشتباه نکنم این شخص. بررسی و جالبه که توی صحبت‌های خودش میگه که در حادثه تروریستی اهواز 12 دقیقه شلیک کرده بودن این افراد. و ببینید چه سیستم امنیتی قوی ما داشتیم در روز رژه و صحبت‌های جالبی میکنه. شاید خیلی این صحبت‌ها رو نشیده باشن و صدا سیما مثلا اینا نمیاد پوشش بده که میگه آره حادثه تروریستی چنینی بود و چنان بود. گوش بدید، خیلی کوتاه هستش، در حد 2-3 دقیقه و جالب صحبت میکنه آقای نقوی حسینی. حادثه اهواز بود. در این جلسه وزیر محترم کشور، وزیر محترم اطلاعات حضور داشتند. نمایندگان همه دستگاه‌ها از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه دیگه هم حضور داشتند. استاندار خوزستان هم حضور داشتند. ابتدا 2 فیلم از حادثه به نمایش گذاشته شد که خب فیلم ها واقعا تأثیر آور بود و متاسف کرد همه اعضا رو، چرا که 4 تا تروریسم 12 دقیقه به راحتی اونجا تیراندازی میکنن و 12 دقیقه. ببین توی 12 دقیقه هیچ کسی نتونسته بوده جلوشون رو بگیره. آمد میکنن، خشاباشون رو عوض میکنن، با هم صحبت میکنن. یعنی انگار رفتن فکر میکنم یه مهمونی تا مثلا یک مراسم رژه دور هم بودن، خشاب عوض کردن. میگم اونجا یه دست املت هم صبحونه زدن، مراسم صبحگاهی بوده. 12 دقیقه و هیچ کس به اینا شلیک حتی نمیکنه و راحت اونجا رفت آمد میکنن، میزنن آدم ها رو، تیراندازی بهشون میکنن، بعد میرن تیر خلاص بهشون میزنن. خب خیلی واقعا جای تأسف داشت و این نشون میداد که حالا در این حال که ما همه میدانیم این گروه های تروریستی رو حکومت ها و دولت های مثل عربستان سعودی، امارات مورد حمایت قرار میده. این که مشخصه هر عملیات تروریستی توی ایران انجام میشه دایورت میشه روی 3-4 تا کشور. آمریکایی ها این نوع تروریسم رو دارن تشویق میکنن و مورد حمایت قرار میدن. همه اینا رو اگر کنار بگذاریم، ولی واقعا در تامین امنیت و حراست و حفاظت محیط برگزاری خیلی ضعف داشت و نشون میداد که ضعف از خود ماست. چرا صدا و سیما این قضیه رو نمیاد رسانه‌ای بکنه؟ این صحبت ها رو، اون قاشقچی بود، خاشقچی بود، چی بود، پاپیون کردن مردم، اینقدر مطرح کردن. اما این همه همشهری‌ها و هموطنای خودمون مردن یا فوت کردن یا شهید شدن و تو مراسم‌ها و اتفاقات مختلف. حالا هیچ واکنشی نبوده. اونجا باید کاملا امنیتش تأمین میشد، حفاظت حضور پیدا میکرد، رفت آمدها رو کنترل میکرد، فضای سبز پشت جایگاه اصلا خالی از هر نوع نظارتی بود. اینا به راحتی از توی اون فضای حساب میان با اسلحه و شروع میکنن مردم رو به رگبار میبندن. لذا اینجا ضعف ها مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی تاکید بسیار جدی روی این موضوع داشت
و حتی اعلام شد که ما از این ظرفا واقعا نمیگذریم، دستگاه باید پاسخگو باشن. پاسخگو باشن چه اتفاقی میفته؟ پاسخی آیا دادن؟ کی توی این مملکت تا الان پاسخ داده که اینا بخوان نفر دوم باشن؟ حتما کمیسیون امنیت ملی موضوع رو پیگیری میکنه و کسانی که در تامین امنیت محیط برگزاری رژه کوتاهی کردن حتما اونها رو مشخص میکنه و اعلام خواهد کرد. یکی از همین افراد تروریست صبح قبل از شروع رژه کاملا میاد اونجا برانداز عملیاتی میکنه، یعنی تو فیلم کاملا نشون میده یه بار میاد انتها تا انتهای خیابون میره، دوباره هم خیابونو برمیگرده، بررسی میکنه از کجا بیان کجا برن و اونجا هیچ نیروی امنیتی نظارتی حضور نداره که این فرد برای چی اومد این خیابونو دور زد و رفت. بنابراین یا اینکه اعلام شد مثلا خونه تیمی اینا گرفته شده، 22 نفر بازداشت شدن. خب 22 نفر چرا حالا بعد از عملیات شناسایی شدن؟ چرا خونه تیمی بعد از عملیات شناسایی شده؟ بالاخره اطلاعات که نباید بعد از عملیات بره ببینه خونه تیمی کجاست، قبل از این باید اینا شناسایی میشدن. انصافا ضعف‌های جدی وجود داره، امیدواریم که این ضعف‌ها بررسی بشه. اینم جالبه دیگه، اطلاعات و دستگاه مختلف فقط میان توی مراسم‌ها دیگه چی بود. به هر حال پشت پرده عملیات متوجه شدید بود دیگه. شناسایی و دستگیر شدن. شکاف عمیق‌تر قدرت در ساختار سیاسی آمریکا. با اعلام نتایج انتخابات میاندوره آمریکا و پیشی گرفتن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، پیش بینی میشه اختلافات سیاسی و حزبی در آمریکا در ماه‌های آینده شدت بگیره و روزهای سخت‌تری پیش روی ترامپ باشه. میگوید وقتش رسیده باز در کابینه تغییراتی بدهد. احتمالاً متیس وزیر دفاع و جف سشنز وزیر دادگستری باید قربانی شوند. مثلا هیچ وقت این تهدیدها رو ما در مقابل دولت ایران نمی‌بینیم. مثلا میگن روحانی حالا باید تغییراتی بدهد، شریعتی از وزارت آ برود وزارت بی، اینا رو نمیان بگن به مردم. که امریکا که میشه همچین ریز میان جزئیات میگن اصلا برگای همه میریزه. مردم این چیزاست که تنفر پیدا میکنن از بخش مختلف خبری دیگه، نمیان از دولت انتقاد بکنن. بعد دیگه خب به هر حال قسمتی از صدا و سیما رو دولت بودجه‌شون میده، تا بلکه خشم رئیس جمهور فروکش کند. سنا گرچه در دستان جمهوری خواهان ماند، اما فتح کرسی‌های مجلس نمایندگان به دست منتقدان رئیس جمهور خبر از آغاز پروژه استیضاح ترامپ می‌دهد. حتی اگر به نتیجه نرسد، او دیگر نمی‌تواند همچون 2 سال گذشته بتازد. تازه این در حالی است که بسیاری چون تامس جی مین استاد دانشگاه هاروارد و نویسنده معتقدند این دو حزب سیاسی فعلی چندان فرقی هم ندارند. با پدیده حباب گفتمان مواجه هستیم. مردم نقطه نظرات چندان متفاوتی نمیشنوند و این یک مشکل جدی است. اما آیا نتیجه این انتخابات آغاز مسیری متفاوت؟ نجف صدام چه پیر شده، رفیق ما بود در صدا و سیما دیگه. بعد از اون اتفاقات حاشیه‌ای که در پاریس براش پیش اومده، رفت امریکا کلا اصلا عوض شد، پیر شدیم. حالا گفتیم که جانمون حالا خیلی از این بنده خدا بعدش میاد، ولی خب بنده خدا مجبور سیاست‌های صدا و سیما رو اعمال بکنه. دست خودش نیست بخواد به سری حرفا رو بزنه یا نزنه. یه سری سیاست‌ها بهش گفته میشه که و بعد این آدم اعمال بکنه، نکنه میگن خوش اومدی. متفاوت مقابل ترامپ خواهد بود. تجربه تاریخی که چنین میگوید، اما باز باید منتظر ماند و دید. آمریکا صحنه‌گردان اصلی جنگ یمن. دبیرکل انصارالله یمن با اشاره به حمایت آمریکا از ائتلاف سعودی در حمله توجه کردید 3-4 تا خبر مال امریکا بود، مثلا گرونی و بالا رفتن قیمت اجناس و نمیدونم داروها و نمیدونم مشکلات مردم. هیچ ما این فکر کنم این خبر سراسری مردم ایران، ما این اخبار رو پوشش میدیم برای مردم ایران. این اخبار آمریکایی‌ها رو شما باید به نظر من دوستان 23 ببرید تو پرس تیوی، ببرید مثلا تو العالم، ببرید تو شبکه‌های دیگه‌تون، تو شبکه‌های بین‌المللیتون پخش بکنید. اینا برای مردم داخل ایرانه این اخبار. و وقتی شما این خبرها رو پخش می‌کنید بعد میگید چرا درصد مخاطب‌های ما اومده پایین؟ همه رو دبیر کل انصار نمیدونم یمن و این برای به مردم چه سودی برای مردم داره؟ واقعا ببینن یکی بیاد یه نفر سردبیراتون بده توضیح بده مثلا این خبر چه سودی میتونه برای مردم داشته باشه، دردی از مردم دوا میکنه، آیا مثلا انتشار این خبر مثلا میتونه سودی برای مردم داشته باشه؟
یمن، عربستان، امارات و مزدورانشون رو مجری میدانی نقشه آمریکا کلمه مزدور که بگین خبر چرت و پرت دونسته. عبدالمالک بدرالدین با اشاره به طرح آمریکا برای پایان جنگ در یمن، تشدید درگیری‌ها و حملات به یمن بعد از این اظهارات رو قابل پیش بینی دونسته و گفته آمریکا برای فرار از باتلاق یمن پیشنهاد گفتگو و صلح رو داده. آره یمن هم به خاطر این پوشش میدن چون یمن با عربستان دشمن، عربستان هم با ایران دشمنه دیگه، پشت پرده‌اش هم میشه این. أن هذا أسلوب أمريكي فالأمريكي منذ بداية این روند شیوه آمریکاست. این تجاوز با موافقت و نظارت آمریکا آغاز شد و در اساس متکی به تسلیحات و پشتیبانی لوجستیک و اطلاعاتی این کشوره. اما درخواست آمریکا برای گفتگو و صلح برای فریبکاری و شانه خالی کردن از مصیبت‌هایی است که در جنایات وحشیانه علیه یمن رخ داده. دبیر کل انصارالله گریزی هم به تلاش گسترده عربستان برای تصرف بندر هدیده گفتم دیگه قبل از این گفتم اصلا داستان عربستان یمن نیست. در 2 روز گذشته زد و تاکید کرد به اونها اجازه نمیدهیم یمن را تحت سلطه خودشون در بیارن. رسوایی جدید برای عربستان، کشتن یک روزنامه‌نگار منتقد دیگه. یعنی من سردبیر این صدا سیما ایران رو باید پیدا کنم، ساقی ماقیشو پیدا کنم. حالا برای این اپوزیسیونای فیکی خارج از کشور، داخلی هم خیلی ساقیای فکر کنم خوبی دارن با توجه به اینکه تو ایران مواد مخدر اینا خیلی ممنوع و این چیزا. می‌خواستم بگم خیلی سخت پیدا میشه، دیدم یکم فکر کردم نه خیلی راحت‌تر پیدا میشه از جای دیگه. اما این همه آدم تو ایران اون اتفاقات براش میفته، تو کهریزک و توی زندان‌های مختلف و تو اوین. کافیه 2-3 باری خبرنگارتون رو بفرستید اوین، بفرستید تو این شکنجهگاه‌های اوین، خودتون به جواب میرسید. کشتن یک روزنامه‌نگار منتقدی که حالا شما شدید دلسوز منتقدین، شما شدید دلسوز روزنامه‌نگارای دیگه. آقایون سردبیر که این خبرها رو اعلام میکنید، میدید به خورد مردم دیگه. مردم ما آگاه شدن، هر چرتی پرتی میخواد پخش بکنید. بن عبدالعزیز جاسر، روزنامه‌نگار و نویسنده سعودی، چند روز قبل در زندان‌های رژیم آل سعود زیر شکنجه کشته شده. الجاسر بارها اقدامات ضد بشری رژیم آل سعود رو افشا کرده بود. این در دیدیم دیگه تو این روزهای گذشته هر کسی میاد راجع به افراد مختلف تو ایران افشاگری میکنه. میدونید که تو ایران مثل عربستان که نیست، گل و شیرینی میبرن برای طرف، دسته گل، پول میلیاردی میدن، تشکر میکنن. این توی ایران هست و چون توی عربستان اینا نیست و طرفو میبرن زیر شکنجه میکشنش، خبرها میشه خبرهای مهم بخش خبری 23. حالیه که عربستان همچنان با رسوایی ترور جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول دست و پنجه نرم میکنه. و برپایی آیین سنتی مذهبی 48م. خب دیگه هم بحث مذهبی ما گفتیم بارها راجع بحث ها و موضوعات مذهبی نمیشیم. مرسی تا این لحظه با ما بودید. حتما ویدیوها رو اشتراک کنید، بر ما نظر بذارید و بگید. به هر حال ما داریم تحلیل میکنیم، نقاط ضعف رو بگید، خوشحال میشیم و سعی میکنیم که با قدرت بیشتر و بهتری در روزهای آینده اجرا بکنیم. ممنون از شما. به هر حال ایده است، کسی این کارو نکرده تا الان، ما داریم تحلیل میکنیم و اگر کسی ایده بهتری داره و حتی اگر کسی فکر میکنه میتونه حتی به عنوان یک مهمان یا یک کارشناس به تیم ما اضافه بشه و بیاد توضیحات بده بخش مختلف خبر رو، خوشحال میشیم با شما. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.